لا من لا نبي بعده وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه اجمعین. خب باردارای عزیز و دوستان گرامی، به خاطر بازم زیادتر معلومات پیدا کردن و به خاطر یعنی شکستن تنبلی دهان و عملا اجرا کرده توانستن موضوع استفاله، تصمیم گرفتم که یک ویدیوی دیگر در این موضوع صحبت داشته باشیم و اکنون عملا اجرا کردن موضوع استفاله را زیاد تکرار کنیم. بنابراین یک چند سوره کوتاه از قرآن کریم انتخاب کردم و اونها را کوشش کردم که برای شما کوشش میکنم که برای شما قرائت کنم و حرفای استفاله ش پیدا کرده براتون خب معلوم کنم که کدام حرف استفاله است و چگونه تلفظ می شود. و حرفای استفاله را من به رنگ سرخ اشارات کردگی هستم. شما اهمیت دهید که چگونه تلفظ می شوند. شروع میکنیم از سوره ناس. شما نیز خواهش میکنم که یعنی بلند قرائت کنید تا که برای شما دهان شما گوش شما آموخته شود، همین چیز را عادت کنید. شما اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اعوذ بالله گفتنده لام لفظ الله ما استفاله بر این تنو خوندیم. من الشیطان گفتنده حرف تا حرف چی است؟ استعلا است. با هم خاطر شیطانی گفتیم، شیطانی نمیگیم، شیطان الرجیم میگیم. بسم الله گفتنده لام لفظ الله همی استفاله بر این تنو تلفظ کردیم. الرحمن گفتنده میم همی تنو تلفظ کردیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس. قل اعوذ برب الناس. ملك الناس. اله الناس. یک بار دیگر نون ها را، حرفای نون را بینید که چخیل استفاده شده ایستادن و حرف لام در اینجا. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس. وسواسل دیدید؟ وسواسل نگفتیم که وسواسل، نمیگیم که وسوا نشیده وسواسل شید، به خاطر که واو حرف استفاله است. وسواسل خناس. خا گفتن ده حرف استعلا است خا، اما نونش حرف استفاله است. خناس گفتیم، خناس نمیگیم که خناس. الذي يوسوس في صدور الناس. الذي يوسوس في صدور الناس. ناس شد ناس نه. من الجنة والناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب. ومن شر غاسق إذا وقب. ومن شر النفاثات في العقد. ومن شر النفاثات في العقد. ومن شر حاسد إذا حسد. ومن شر حاسد إذا حسد. خب
در یکم آیت حرف استفاله وجود ندارد. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. در آیه دوم حرف ما استفاله است. میم حرف استفاله که است. ما خلق گفتیم، نگفتیم ما خلق. و من شر غاسق. غا را بینید حرف غاین استعلا که است، به همون خاطر غاسق گفتیم. خب خص ضاغطین، ضاغ گفتن دا غاین هست کو، به همون خاطر حرف غاین استعلا است. غاسق میگیم، غاسق نگفتیم. و من شر غاسق اذا وقب. قاف حرف استعلا بود، اما به خاطر که تنوین یعنی کسره این دارد، زیر دارد، بنابراین از جمله حرفای اطباق که نیست، ما باید غاسقین نگفتیم، غاسقین نه. من این خطا را دایم گوشزد کردم ایستم به خاطر که بسیار نفر را شنیده هستم که حرف قاف که استعلا هست فکر میکنن که در حالت کسره بودن همی استعلا بر این تلفظ می شود، یعنی غاسقین می شود گفته، همین خیلی تلفظ میکنن غاسقین. این خطا است، بلکه غاسقین تونک خونده می شود قاف. اذا وقب، اذا گفتنده حرف ذال چی است؟ حرف ذال استفاله است، بنابراین اذا گفتیم، اذا وقب نگفتیم. اذا وقب، قاف همی حرف استعلا است اینجا، وقب. و من شر النفاثات فی العقد. نفاثات را بینید، هم حرف فا یا که حرف فا و حرف ثا هر دیشان حرف استفاله که هستن. انشر حدیث علمی که سوف، فا دیدید ف است، سوف تجهز بذا. حرف ثا را می استفاله است، خص ضاغط قض، در حرفای استعلا نیست. بنابراین نفاساتی نگفتیم، نفاساتی نیو، نفاثات فی العقد. و من شر حاسد، حاسد حرف ح استفاله است، خص ضغط قض، در بین حرفای استعلا نیست. و من شر حاسد، حاسد نگفتیم، حاسد اذا حسد، اذا حسد دیدید که حرف ذال حرف استفاله است. آخران سوره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. صدق الله العظیم. در سوره قل هو الله احد دو تا لام لفظ الله آمدگی است. قل هو الله، لام در اصل حرف استفاله بود، اما گفتیم فقط لامی که در نام الله هست استثناء است، بنابراین بینید در اینجا استثناء آمدگی است. قل هو الله غوث شد، استعلا بر این شد، نباشد حرف لام استفاله بود باید که قل هو الله میگفتیم له، اما به خاطر که لام لفظ الله استثناء دارد بنابراین ما قل هو الله احد گفتیم، یا که الله باید میشید چون که لام حرف استفاله بود، اما به خاطر که در اینجا لام لفظ الله هست، نام الله که آمدگی هست استثناء هست، الله الصمد گفتیم.
خب اکنون به همین موضوع استفاله را جنبست میکنیم. یه بار دیگه در آخر خاطررسان میکنیم که ما 28 حرف در زبان عربی 28 حرف داشتیم. این 28 حرف به دو قسم جدا کردیم: موضوع استعلا و استفاله. حرفای استعلا را گفتیم 7 تا هستند: خص ضغط قض. و حرفای استفاله را گفتیم 21 تا هستند: انشر حدیث علمک سوف تجهز بذا. خب حرفای استعلا دهان رو پره کرده زبان رو به بالا برداشته خوانده میشید، یعنی قفز خوانده میشدن. حرفای استفاله خب مخالف یا که ضد همین حرفای استعلا تنک خوانده میشوند، زبان را به پایان فراورده آواز را باریک کرده خوانده میشدند. انشاءالله که باوری دارم از این موضوع ها یگان چیز نمونده باشد نگفته. خب باز یگان سوال شد شما میتونید نویسته فرستانید، کوشش میکنیم که روشنی اندازیم. سبحانك اللهم بحمدك ونشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك وصلى الله تعالى على خير.